خارجی. اینا بیوا از برند میکسایه که تو 3 تا طعم پاپایا، پشن فروت و میکس بری. امروز میخوایم تستشون کنیم. اول پشن فروت. پالپاش کوپر. چقدر پشن فروتش خوشمزه بود، ولی پالپاش اینقدر ریز بود اصلا به چشم نمیومد. نوشته شیک بزنید. بیا اینم شیک. قشنگ دونه های پشن فروته. ای بابا باری کلا به این طعم. بریم بعدی. طعم بعدی انواع و اقسام میوه های بری رو چپوندن توش. بهش میگن میکس بری. رنگ و نگاه هندونه ایه. انگار 1000 تا چیز و همزمان با هم خوردم خدایی. از لحاظ طبیعی بودن واقعا برند خوبیه. این بریش هم بد نبود. بریم آخری طعم پاپایاه. من نه میوه‌شو دوست دارم نه آب میوه‌شو نه هیچی که با این طعم درست شه. بوی پا میده. باز این بد نیست، قابل خوردن بود. هر کدوم اینا دونه 50,000 تومان بود. به نظر من ارزش خرید داشت. دمت گرم که تا آخر تماشا کردی. سابسکرایب فراموشت نشه.